کودکان خردسال گاهی ترس‌های گوناگون دارند. ترس از تاریکی، ترس از جانورهای معین یا ترس از جدا شدن از والدین. این ترس‌ها یک قسم طبیعی رشد کودکان هستند، اما والدین و آموزگاران می توانند کمک کنند تا کودک آنها را پس سر نماید. در دولت‌های غرب روانشناسان توصیه می‌دهند که باید ترس کودک را جدی گرفت و به او احساس امنیت بخشید. مثلا اگر کودک از تاریکی می‌ترسد، با همراهی او تاریکی را تدریجاً تجربه کنید. چراغ را کمی خاموش کرده در پهلویش باشید تا ببیند که چیزی نمی‌شود. در فرهنگ ما انعنه‌های تسکین دادن نیز زیادند، از جمله خواندن دعا یا فاتحه بر سر کودک، دادن آب توسط دعا. اولا باید فهمید که ترس کودک را مسخره کردن یا نادیده گرفتن خطاست. والدین باید با آرامی بپرسند که فرزندشان از چی میترسد و چرا میترسد. سپس برای فهمیدن واقعیت کمک کنند. مثلا کودک از بابای بیشه میترسد، باید داند که آن تنها افسانه است و واقعیت ندارد. همچنین آموزش اصولهای آرامسازی میتواند مفید باشد. مثلا نفس کشی چقور یا تکنیک‌های عادی آرامش موشک‌ها، مثلا به مانند گربه دراز کش و نفس گیر، میتوانند به کودک یاری دهند. مهم آن است که وی بداند نوابسته از هر ترسی که او دارد، والدانش در پهلویشند و او را محافظت میکنند. با وقت و پشتیبانی اکثر ترس‌های کودکان پژمرده می شوند. والدین محترم، آیا شما این تجربه ها را انجام داده اید؟ شرح خود را در کامنتاری به ما ارسال نمایید. سرپرستی برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. لیندوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.